Guess what? اومدیم کجا؟ جوجو قاز فاتی خرس قهوه‌ای که 480 کیلو وزنشه و خوابیده. تو رو خدا بیدار شو، تو رو خدا تکون خور. خواهش میکنم بیدار شو، بیدار شو. موتور رو ببین. دوستش اومد. ای بلند شد اینم. خب اینم که پیشیه جنگلیه، با این اباحتش بازم اسمش پیشیه و خوابه. این چیه؟ شانسه؟ جنما. ولی خدایش با این اباحت نباید بهش میگفتن پیشیا. قبول داری؟ بالاخره یه موجودی پیدا کردیم که خواب نباشه و اونم چه موجودیه؟ بهترین چیزی که میتونین تصور کنین دوستان عزیز همکنون آهوهایی که برخلاف همه حیونا خواب نیستن و دارن یه چیزی میزنن به بدن. بشه ها سلام. نه باید با یه حیوان وحشی کمی خشن‌تر صحبت بکنم. چاکریم بانو. داشمی اینجا یه ماده داره، این ماده برخلاف اون دو تا رل داره. اونو سینگلن. این رل داره. چقدر باحال. زرنگ بوده این مخ زده. آره. آخه این چه شوهریه پیدا کردی خواب همش؟ خب اینم قیافت باشه. قیافه خودته. قیافه توه. به خصوص این که اینجاست اینقدر خشنه. نه ببین این همشون اینا قیافه های تو. قیافه خشنه رو اعصاب نداره این. وان طاووس و تو طاووس. با اینکه خیلی اباحت داری و خیلی قشنگی ولی بازم دارم میخواد بهت بگم جوجو. تیری طاووس. سلام خیلی فرار کرد. خیلی دوست داشتنی. این جوجو هم که فکر کنم که خوکچه هندی باشن. همستر که نیستن نه همستر نیستن. وای خدا قیافه هاشون رو چقدر خرد. آفتاب پرسته ایگوانا. چقدر اینم بی حرکته. چشاشو فقط تکون. خانومی این کجا میدونه خانومه؟ مهندس بهش بگم مهندس. این قراره نمیخواد تو ببینی همه رو ببینی. دیگه خانوم آقاشو نمیگیم دیگه. دکتر شاخهای عجیبی دارم. سلام جوجو. نازت کنم اجازه میدی نازت کنم؟ نازی. عقاب. دیدی یک عقاب همیشه تنها نیست. باغ وحش تو دل کوه باشه اینجوری آدم به نفس میفته و ایزی داغون میشیم. ولی خیلی دوست داشتنیه. چیه؟ فکر کنم لامان دیگه چیه؟ لاما شتره بدون کوهان واقعا؟ ولی توف میکنن ها. وای نه. تو رو خدا عصبانی شو، خیلی گوگولی با عصبانی میشی. آقای گراز خوابش میاد دیگه. ظهر جمعه شد دیگه بیدارش نماز. شاخ داره. بیا ببین شاخ داره. شاخ کوچکه. فکر کنم کوچکه خودشه. شترها خیلی گوگولن. اصلا خیلی شترها گوگولن. من یه بار تو تبس اونجا تخصصی شتر کار میکنن. خب بعد باشون سلفی گرفتم. باورت میشه قشنگ اینجوری بود تو سلفی. کاش عکسشو پیدا کنم اینجا بذارم. شتر دو تایی، دو کوهانه. آمریکاییه. یادم بچه بودم مامانم میگفت از آمریکا فقط دو تا کوهان داره. خیلی گوگولی تو. این گوزنا چرا شاخ ندارن؟ ببین اون داره در میاره. فکر کنم هم بچه‌ن هنوز. آها یعنی بچه‌ن؟ آره آخه قدشون فرق میکنه. یه چند تاشون مشخصه. چقدر هماهنگ دومش رو تکون میدن انگار. ارکسترن. فقط پسرای گوزنا شاخ دارن. آره. ببین مثلا اونی که اون گوشه داره میخوره و داره شاخش در. اولیه نه این دمو ببین دم. آها. اولیه نه دو این که داره. آره داره. آخه چقدر شاخش قشنگه. اسم میکنم بابا نوئل الان منتظرشه که بیاد ببرتش. بالاخره یه آقای گوزن پیدا کرد. آقای گوزن آره با خودت بودم. آفرین که نگاه کردی. آقای گوزن
گوزن قرمز اروپایی. تنها چیزی که من ازش عکس گرفتم اینم چه گوزن خیلی دوست دارم. خیلی قشنگه. بابا نوئل میاد دنبالت آخر زمستون، اول زمستون؟ قطعا میام. با این شفا. با خدا چقدر خسته است. ایران تازه بیدار شده. بچه پونی هم اومده بره جاشو عوض کنه. نازی کچلم شده. دوست دارم نازش کنم. برو نازش میشه؟ سلام کوچولو. سلام. چه بچه قشنگی. چرا خوابه؟ خیلی تنبلن همشون. دو تفلی ها رو داره چیزشون میزنن. ببین چیز درونیات توه، باطن توه. کف دود فقط میزنه. یه تمرین علمیه که یاد بگیره. نور زود فرستادم نگاه کنید. تو این فاصله که نشون نمیده که. چرا نگاه کنید. 1 2 3 دیدی؟ حالا صدا یه 3 ثانیه بعد استلام